assalomu alaykum va rahmatullohi barakot. Hamvatanoni aziz, امیدوارم همه کسا خوب و سلامت هستند. امروز موضوع درباره قتل و کشتار بیرحمانه ناحیه رودکی. من امروز به مردم سربلند تاجیک میفهمانم که قاتل اساسی، آدمکشی تروریست اساسی در آزادی است. وی به نام امام علی شیطان است. در این باره امروز انشاءالله الرحمن گفته میگذاریم. مردم سربلند تاجیک باید بیدار باشند، باید هوشیار باشند و زیرکی سیاسی را از دست ندهند. گفتی این شیطانی واقع است. انشاءالله الرحمن پیش از صحبت ما یک شعر درباره این ظالم ایجاد کرده بودیم. این شعر را به مردم سربلند تاجیک میرسانیم، بعد موضوع را ادامه میدهیم. هموطنان عزیز، با صد ظلم و جفایت میروی امروز یا فردا، تو به کیف و صفایت میروی امروز یا فردا. خیال خام تو بیهوده از کیف و صفایت بود، تو به مهر و وفایت میروی امروز یا فردا. همه غارت از آن تاجران قهرمانان بود، تو با خواری و ذلت میروی امروز یا فردا. شب و روزت همه آن عمری تو کوه خیانت بود، تو به عدل و عدالت میروی امروز یا فردا. جهان پاینده میشد، آرزوی شاه قارون بود، تو به خیر و سخاوت میروی امروز یا فردا. همه داریاگیت از نیستی و قتل ملت بود، تو ای رسوای ملت میروی امروز یا فردا. تو ای پسوای ملت میروی امروز یا فردا. همه فکر و خیالت نیستی و قتل تاجیک بود، تو داغ باغ ملت میروی امروز یا فردا. تو داغ باغ ملت میروی امروز یا فردا. هموطنان عزیز، وقت از آنه که در کان بادام 20 نفر را کشتن، عیناً رنگ همین مادر بیچاره، رنگ همین فرزندکای همین بیچاره به قتل رساندن. این حرامزاده ها، این منغیت و مغول ها، این دشمنای ملت تاجیک چند نفر موسفیدهای و کلانساهای گویا که آنها قاتل باشن بازداشت کرده بوده، پسی پنجره کردن. ولی قاتل اساسی، سرقاتل اساسی انا همین مادر به خطای پرخوک امام علی شیطان می باشد. این برای چی این قتل و کشتارها را کرده است؟ برای آنکه الحمدلله این مردم 90%ش قریب بیدار شده هستند. میداند که یک روز میخیزن این را کوز میمانند. به همین خاطر زوریش را نشان داده ایستاده است که گویا که این از همه زور است، مردم را قتل دارد و اگر شما خیزن، یعنی ما با 400 منغیت و مغولی تروریست عراق بد است، شما را همچنین به قتل میرسانیم. والله بالله تالله روز ساعتش را الله مهربان بیارد، نزدیک آمده است. نه از عراق تو پرخوک این مردم میترسند، نه از قاتلان اطراف تو منغیت و مغول ها این مردم میترسند، نه از تو شیطان واقعی که همین دنیا را انتخاب کرده به خاطر نفس حرامت هزاران جوان تاجیک را سرسان و سرگردان و از وطن به وطن کرده به خاطر فکرهای آزادشان، به خاطر که میخواستند که آنها در نزد پدر و مادر و زن فرزندشان جای کار پیدا کنند. تو حرامزاده آنها را امروز سرسان و سرگردان و گریان و نالان و فرزندکای آنها را زنده صغیر کردگی. انشاءالله الرحمن این قاتلای اطرافت هرگز و هرگز به تو کمک کردن نمیتوانند. وقتی که غضب الله بالای سری توی این منغیت ها آمد، نه یراقت کمک میکند، نه اسلحه‌ات کمک میکند، نه همون قاتلای اطرافت کمک میکند. حتما کوز مانده میشوی. امام علی شیطان این را فراموش نکن.
امروز ده ها جوان من به زنگ میزنم میگوین که اکا ما به زنگ میزنم میگوین به وطن برگردین، یعنی شما رو میبخشیم. 2,500 دلار باید آنها با همین مبلغ رو دهی. آنها یعنی تو رو کمک میکنن، تو یک زبان خط مینویسی میروی، امام علی شیطان گویا تو رو میبخشد. من گفتم مایلش 2,500 دلار نه 3,000 دلار دهیم، با آن شرطی که آن همه غمنیتی حرام خوره که زنش در تگی پای رحمانوف است، میگوی که اکا پول در کار تو با 2,500 نه من 3,000 دلار تو میتم. انا همه خیلی تلفن تو میگیری 1 منوت ویدیو میکنی، میگوی که برادر فلانی تو میخوایی که عفو شوی، با وطن برگرد، من تمام مشکلات تو رو حل میکنم، گپ بین ما و تو ماند، 2,500 دلار من میگیرم، همه مشکلات تو حل میشود، یعنی تو پرونده خوابانده میشود، یعنی دیگر بیکار میشود پرونده تو آزادانه رنگ شهروندای تاجیکستان میگردی، یگان کس تو رو غم نمیتید. با آن شرطی که باید گوید که این شخصی که برای تو پول میطلبد برادری عزیز 2,500 دلار، تو شرط 3,000 دلار در عوض 3,000 دلار میگویی که تو غمنیتی مادر به خطا، تو غمنیتی که همون زنی فاحشت برای تو 3 طلاق است که مرا هیچ کس کاردار نمی شود، من روم اگر آزادانه میگردم برای تو 3,000 دلار من میدیم. اگر تلفنش را کشته شما را بلاک نماند توف درد محمد تقایف گوین. به همین خاطر عفو این ظالمای حرامزاده های ناتاجیکی قاتل ملت تاجیک مغول و منقیت با از همتان خواهش میکنم جوان مردا باور نکنین. سبحان الله، شما با کدام عقلتان اینا با 2,500 دلار داده اونجا رفته پرونده تان یعنی خواب میبانن و باید شما آزاد میگردین. این گپ همش دروغ است. فردا وای میبروید زنگ میزنن میگوید که اکا منو پیش کردن، یعنی از وظیفه من آزاد شدم، دیگر کس آمد. این آدم میگوید هم آدم پروندهش باز کشوده شده است، باز برای ما پول در کار. این خیلی شما رو مذاق و مسخره کرده میگردن. اینها تنها راه اینها را سرنگون ساختن رنگ مردمی نیپال. باید تمام جوان مردا بیدار شوند، باید تمام مخالفای حقیقی دعوت کنند که اینها رو تنها کوز ماندن در کار، دیگر یگان راه نمانده است. هموطنان عزیز امیدوار نشوین که اینها هم تو میروند. اینها را باید سرنگون کنی با زور سلاح، با زور مشت و لگد. اینها را باید ما و شما هموطنان عزیز سرنگون سازیم، با اینها بجنگیم، آشکار جنگ را بر ضد این توده اوباش ترسوی حرامزاده باید ما اعلان کنیم، وگرنه بی وطن و بی کفن میمونیم. اینها تمام جای فروخته هستند، اینها تمام برادرای دربدر و خاک بسر دارند. سبحان الله، همه مردم به خاطر یک بردن نان سرسان و سرگردان است. این حرامزاده ها مادر و خواهر و دختر شما را به عفت کرده ایستادند، مادر و خواهر دختر شما را تجاوز دارند. اینها نواراشان دینای پریر نش کرده. مرحمت هر یک مکتبی نمیدونم رقمش چند 60 دختر اینا نادختر کرده گند، دخترهای مکتب را. سبحان الله، همه هوای دخترهای شما مهاجر هموطنان عزیز، نه اینکه دختری رئیس و جزیر و وزیر و جزیر و دیگرش، دخترهای شما باید. فردا آنها سبحان الله رنج میکشن، بعدی شوهر به شوهر برآمدن آبروشان میریزد. سبحان الله، شوهرش فهمد که وی نادختر است، چقدر برای شما این رنگی تیغ میرسد. سبحان الله، ما اگر این خیلی دربدر و خاک بسر شویم، ما اگر این خیلی سال دراز به خاطر پول حرام آبروی مادر و عفت و ناموس خواهر و مادر و دختر ما را از دست دهیم، پس چی لازم وید پول شما؟ عفت دخترت از دست رود سبحان الله، یعنی نادختر شود، پول و مال تو بکی در کار است. سبحان الله. ای برادر بیدار شو، تا که محمد تقایف ریشاش سفید شد، موی سرش سفید شد، برای شما میفهماند اون مادر و خواهر چی گناه داشتند.
بر ضد همین حرامزادی مادر به خطا مگر بودن که آنها را بیرحمانه قتل میکند با کلرهای قاتلای به فرمان روسیه شده که این کار روسیه اینفرماسیا داده که باید همه خل کنی هم تو مردمت را قتل کنی بعد کرسی تو ادامه میدهد. باید ما کرسی اینا کنش به سپرکله کردگی از همون دو کتفش برداشته کرسی دو کسی دیگر قفا کشد این را از دو گوشش پیش کشم که پوستای کنش کنده شود این پرخوب که مادر به خطا. امروز مردم تاجیک در روسیه حالش حال سگ است. همه به گناه برده همش دکومنت دارن همش پتن دارد جریمه بسته دیپارتاسیا کرده است. این حرامی مادر به خطای مادر فاحشه برای ما شما چی در کار است؟ این حرام زاده باز قطر رفته است 50 میلیون دلار گدایی کرده است که ما یعنی روغن میسازیم گفته فرداور روغن آباد شود قطر پولش را طلب میکند. این حرامی مادر به خطا این قاتل ملت تاجیک این پرخوک امام علی شیطان میلیارد سامانی شما را گرفت پولی سهمیه های شما را گرفت 20 سال 25 سال شو کنی آن پول کنی برق شما با امیدوار میشوید که این گدایی کند و فرد روغن برپا شود شما روز روشنایی میبینید. هرگز نه والله قسم هرگز نه هرگز شما روشنایی نبینید هرگز شما صاحب برق نمیشوید. برای اینکه این توده اوباش در طول 34-35 سال سبحان الله سیر نشدن. این اولاد گدازادی حرامزادی نادیده و ناخورده هستند. اینا اگر یک ذره ننگ و ناموس و دولتداری کرده میتوانستند امروز عسکر و افسرای کرمخور و یعنی گریچکخور و جوخورش برده فرمان میدهد که گاو و مال بدخشانی های دوزند. این شرمندگی نیست. باید امنیت مردمش را حفظ کند باید امنیت مردمش را نظارت کند نه اینکه گاو و مال مردمی کم بغل بدخشان سبحان الله دزدی و برده کشته خوری و برده روزت را گرزانی. از این کارتان مردنتان به است. رحمان فی حرامی باید با ریزینگ ایزار انمون زنی فاحشش از این زمای مچخر خودش را بدار آویزد که نخواه اسکر و افسرانش رود گاو و مال بدخشانی را دوزد. مگر بدخشانی ها تا امروزه دشمنند برای تو که دشمنی درون ناخونک خوانده 22 نفر را با سنایپر تو حرامزاده قتل کردی حالا اینکه یگان گناه نداشتن از حق و حلالشان طلب کردن تو میخوای حال کم دشمن تمام جوانای پس پنجره بردی فقط مادر و خواهر مانده است. یک ناحیه که یگان کس به سر خم نمیکردن شیرمرد و شیرای الله بودن همش پس پنجره بردی در بدر و خاک بسر کردی میانی همانا رو هم شکستی. امروز باز تو حالی تو دشمنی میتراشی و مال و حال آنها را میدوزی. تو حرامزادی مادر به خطا تو مردنت به هست. تو یا امروز با خویلستانت برآمده شعرهای خودشون ایجاد کردگی و صحبتهای خودشون یعنی نویستگی تگی در همون صورتهای تو گذاشته نشر دارن که شیطانی واقعی امام علی شیطان همین گپا را گفته است. اگر این گپا را این میزد و این سواد میداشت من باوری دارم که این نامش را نوشته نمیتوند. در سال 2025 1001 نفر معلم و معلمه تاجیکستان را ترک نمیکرد. شما حرامزاده ها تا که در چشم این مردم خاک میزنن یک خر تجاوز کن را تعریف و تصفیف میکنن که ما صدها قدم به قفا رفتگیم شما به پیش میگوین ناشرمیده. از همتان ملت سربلند تاجیک خواهش میکنم که باید ما اینها به رها شویم. باید سرزمین کوچک ما از این توده اوباش حرامزاده رها کنیم. نترسید سبحان الله از این توده اوباشی ترسو والله بالله تالله ترسیدن گناه است. باید شما از اینها نترسین. اینها ما را تجاوز دارن اینها ما را غارت دارن اینها ما را در بدر و خاک بسر دارن. امروز بزمی این در بدری خاک بسری این پرخوب که ما در بخطای حرامزاده و یک تا پرویز نیویورک بوده است یک احمقی ابلهی گوهش خوردگی میبراید مردم دعوت میکنه امریکا بیاین امریکا خانه آچت نیست. وقت از آن که تاجیکستان برگشتی چقدر که مادر و پدرت رو ویدیوهاشون نشر کردی چقدر که پیش پای تو به قریب سر خم کنن سبحان الله آنقدر از دیدار تو پزمان شده اند. با کدام آبرو تو احمق تو ابله به خاطر پول حرام
شهروندای تاجیکستان رو دعوت میکنیم که امریکا بیاین. تو پیروی شیطان اولی، تو دستگیری رحمانوفی حرامزاده هستی که این مردم ما همین قدر زورا میکنیم که روان سرزمینشان را نجات دهند، مادر و خواهرشان را، عفتشان را، ناموسشان را حمایت کنند. تو مردم امریکا با دعوت میکنی، به خاطر پول حرام تو دعوت میکنی، به خاطر دلار تو پدر و مادر آنها از دنیا میگذرند. سبحان الله، در جنازه آنها تو اینها را محروم میکنی به خاطر پول در تاجیکستان هم کار کرده میشد. این تو ده افواش کوزمونی سرنگون سازی برای مردمت خدمت کنی. در امریکا مردم چی نامعقول میکند که تو مردم رو دعوت میکنی امریکا بیاین. به خاطر پول حرام، به خاطر از زن و فرزندش جدا شده اونجا از وطن به وطن شده فرزندای زنده سخیر کردن تو مردم رو دعوت میکنی، یا به خاطر 4 سوم پول حرام همراه کمک میکنی که به امریکا بیاین گوتا. سبحان الله، ننگ و ناموسی تو کجا شد؟ تو امروز مردم رو دعوت میکنی که امریکا بیاین. مردمی سربلندی توجیک بخشش. بسم الله الرحمن. الحمدلله رب العالمین. تو شرم نمیکنی مردم میگوی با امریکا بیاین. چرا تاجیک امریکا رفته پول کار میکرده سو در وطن خودش پول کار نمیکرده؟ چرا؟ سببش همین اولاد خودکامه باید به مثل مردمی نیپال اینها رو دو مونیم، اینها رو کوز مونیم. من امید دارم که تو از من خفه نمیشوی پرویزی نیویورک، برای آنکه خیلی گپای تو علم آور است که امروز تو مردم را از وطن به وطن میکنی و امریکای و قبرستان و بستان بیاین گوتا. وقت از اون که این توده اوباش دزد و غارتگر سرنگون که شدن، یک آدم خدا ترس که آمد برای مردمش کار و زواد و فابریکه باز کرد. چرا من امریکا میرفتم؟ چرا من رفته از پدر و مادرم و زن فرزندم آنقدر دور؟ سبحان الله، اگر اونجا من زنده مانم یا نمانم این تنها الله میداند. من از وطنم بی وطن میشدم. چرا؟ برای چی؟ باید تو مردم رو دعوت کنی که همون تاجیکستان بمانه، نه اینکه به خاطر 4 سوم پولی که مردم رو کمک میکنی و حرام است، از گوی خوک و سگ حرام است، تو مردم رو دعوت میکنی که با امریکا بیاین. از همتون جوان مردای تاجیک خواهش میکنم که باید ما به وطن ما برگردیم. باید ما سرزمینی کوچک ما تاجیکستان عزیز را از تگ دست این پرخوک، این مادر و خطا، این قاتل ملت تاجیک رها کنیم و یک تاجیکستان سازیم که دیگر ملت ها، امریکایی ها تاجیکستان بیاین و هوس کنند. نه اینکه تاجیک رود اونجا سال از مای 12 میانش کوز شده که پول جمع کند و پول جمع کند و پول جمع کند، فردا بیاد دخترش را به شوهر دهد که پس فردا شوهرش آورد از گوید که این پدرنالت نو دختر بود، بردار این دخترت را. سبحان الله، همین نمیخواهیم. باید ما این توده اوباش حرامی را سرنگون سازیم هموطنان عزیز. دیگر یگان راه نمانده است. نترسیتان. شما امریکا و قبرستان و بلا روین، وقتی که روسیه برفته جابجا شدن، امروز حالتان حالی سگ است. نواری همین روزه، امروز چندم 19 سپتامبر سال 2025 نشر کردم، حالی تاجیک در آمده بینید. در روسیه یکی گفته بودن که اینجا کشوری ما، اینجا دویم گویا که تاجیکستان ما گفته. امروز حالی تاجیک میبینی مرغان هوا گریه میکنن. امروز پرویز میبرد ناشرمیده مردم امریکا بیاین میگوید. به خاطر پول، تو به خاطر پول مردم رو اونجا فریاد کردی که فردا تابوتی مادر و پدرش رو بیگانه ها بردارن. بیگانه زی پای تابوتی آچه گرفت، عیب نیست به ما و تو بگوی تاجیکی من. پول صدقه سر و غم پشت در تاجیکی من. قیمت به همه مهری پدر تاجیکی من. ترک کن غلام و بردگی بیدار شو، مادر زی غمت خونی جگر تاجیکی من. تفلانی تو خار و در بدر تاجیکی من. بیننگ نشو تو اینقدر تاجیکی من. زن هم پدر و مادر فرزندانت، خندید به ما اهل بشر تاجیکی من. بیا صاحبی کشورت بشو تاجیکی من.
فرصت غنیمت زود برفت تاجیکمان. قاتل فروغ سرزمینی کوچکی ما. تو دشمنی مادرت نشو تاجیکمان. تو دشمنی کشورت نشو تاجیکمان. باید ما همه کسا به وطن برگردیم. این توده اوباش حرامزاده کوز مانیم، یعنی سرنگون سازیم. سرزمینی کوچک ما را نجات دهیم. در تاجیکستان جای کار پیدا کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.